گفتگوی هفته، برنامه‌ای از رادیو پیام. درود بر شما جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر جمعتون بخیر باشه. عرض سلام درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام. در خدمت شما هستم. خدمت از بنده است قربان. خسته نباشید بعد از یک هفته کار و تلاش. خواهش دارم. به هر حال روزگار همین دیگه، با کار و تلاش آدم باید تعریفش. بله دقیقاً. عرضم به خدمتتون که من پیشنهاد میکنم برای اینکه خیلی اتلاف وقت نکنیم از موضوعات انقلاب رو بگذریم، یک پازی بگیریم ازش و بعداً حتما دوباره بهش ورود خواهیم کرد و باز هم راجبش صحبت خواهیم کرد. ولی با توجه به اتفاقاتی که طی هفته گذشته در داخل ایران افتاده و همینجور موضوعات دیگری که شاید همکنون به صورت اکتوئل در حال اتفاق هست، دلم میخواد که امروز برنامه رو اگر شما هم موافق باشید به این موضوعات بپردازیم. صد البته رادیو از آن شما سیاست تعیین میکنید، منم سعی میکنم که باش همراه بشم. به نظر من اون چیزی که تو جامعه در اتفاق میفته چیزی کمتر از مابقای اون چیزی که پشت سر گذاشتیم نیست. باش موافقم. ولی اجازه بدید من دو نکته رو ابتدا بگم، بعد بریم همین اتفاقات روز امروز که به طور یقین سراوان و سیستان و بلوچستان خواهد بود پرسشات رو طرح بکنیم و با هم صحبت کنیم، نه اینکه من به عنوان سخنران یا مدعی اینکه میدونم 100% اونجا چی در ارزیابیه های منو میگم، نگاه های منو میگم، سعیم میکنم که متقن باشه که بشه در واقع روش داوری کرد. نکته ای که میخوام بگم اینه که اجازه بدید همه شنوندگان رادیو پیام رو همراه بکنم با نامه زنی جسور از زندان دهشتناک و مرگ آفرین قرچک به جامعه ایران، به جامعه جهانی. خانم نسرین ستوده نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته که به باور من در نوع خودش جسارت آفرینه. نوشته با احترام: این جانب نسرین ستوده از زندان قرچک، یکی از بدترین زندان‌های ایران، این نامه را برای شما میفرستم تا شاید فعالیت‌های سازمان ملل متحد به نحوی افزایش یابد که در آینده‌ای نه چندان دور گوشه کوچکی از آرزوهای بزرگ بشری را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است محقق نماید. در ماه‌های گذشته بسیاری از هموطنان اقلیت‌های قومی و مذهبی ما را در ایران در سکوت خبری اعدام کردند. همچنین در پگاه چهارشنبه 29 بهمن زهرای اسماعیلی، یکی از زندانیان این زندان، به همراه 8 تن دیگر به چوبه دار سپرده شدند. شما نیک می‌دانید که در آمار بسیار بالای اعدام‌ها در ایران چه اشتباهاتی قابل پیش‌بینی است و من به عنوان کسی که از نزدیک در جریان پرونده زهرای اسماعیلی بودم می‌دانم که او دست به قتل نزده بود. از شما جامعه بین‌المللی و فعالان حقوق بشر درخواست دارم که موضوع اعدام در جامعه ایران به ویژه علیه قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی و همچنین زنان توجه کافی مبذول نمایند، به اقدامات لازم برای جلوگیری از اعدام‌های گسترده را به عمل آورند. با احترامات شایسته، نسرین ستوده، زندان زنان قرچک. این نامه زنیه که خودش در زندانه. جسارت یعنی زیبایی این نامه اینه که نیومده برای خودش استمداد به طلبه، بلکه برای موضوع اعدام نامه نوشته. دقیقاً نکته‌ای که می‌خواستم بهش اشاره بکنم تو زودتر از من دریافتی. یعنی هر شنونده‌ای در میابه، نه اینکه حمید شجاع فقط دریافت. منم مخصوصا این رو انتخاب کردم که بالای من آقای جواهری آدمی که در زندانه و همین چندی پیش در واقع با کرونا دست به یکی بوده، آوردنش بیرون در یک فرصت زمانی کوتاهی که به اون مرخصی پزشکی دادن. تازه بچه‌هاش باش اخت کرده بودن، دختر و پسر و همسرش آرزا خاندان، دوباره برش داشتن بردن اون تو و الان با این دشواری روبروه که یکی از موکلینش که
درگیر پرونده او بوده رو اعدام بکنه و خودش در واقع از جهت کار او رو بیکار کردن، زندانی طویل مدتی بهش دادن و بیشمار حقوق تضییق شده او رو زیر گرفتن و جامعه هم در واقع تا اونجایی که دستش بر اومده به مدافع از این زن جسور بر اومده. منتها خب جمهوری اسلامی انگار توی این مرحله که داریم با هم صحبت می‌کنیم زورش پرزورتره. این نکته اول. نکته دوم در ارتباط با یاری رسانی های مالی که هفته پیش من جرقه‌ش رو در رادیو زدم، خوشبختانه دوستانی به سوی شما پول وارد کردن. خواستم بگم که ما هر سال به رسم در واقع انگاره های نوروزی که در شهر یوتوری بود، از چهارشنبه سوری گرفته تا مراسم های گوناگون حضور پیدا می کردیم به عنوان فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران و مردم هم به قلک هامون با بدون هیچ گونه در واقع شایبه‌ای یاری می رسوندن و ما هم اون رو مصروف می داشتیم برای ارتباطاتی که این ور اون ور داشتیم. امسال هم همین در واقع زنگاری خبری رو داریم میزنیم. خوشحالیم از این که داریم پاسخ میگیریم. از این رو از همه اونایی که صدای من رو دارن برای یاری رسانی به آن دسته از کسایی که در واقع ما با اونها به نوعی رابطه داریم و مورد وثوق ما هستن و میدونیم که پولی که میفرستیم به درستی هزینه میشه، کما اینکه تا این سالها شد، بیشتر در ارتباط با خانواده‌های زندانی، اونایی که در دشواری در واقع شاقی دارن به سر میبرن، کارگران بیکار شده، در سطوح محدود، نه اینکه همه کار رو یوتوبری میکنه، نه، ما در واقع فصل مشترک یک کار بزرگیم در سطح کشورها و شهرهای مختلف اروپا، کانادا، آمریکا و همینطور استرالیا تلاش خواهیم کرد که این رو در پیوند با در واقع اون بخش از نیروهای اجتماعی و مطالباتی در ایران در واقع به عنوان یک وظیفه به پیش ببریم. سویش من با این شماره که اعلام میکنم 07 36 77 88 15 در اختیار همه علاقمندان. یک بار دیگه با تعنی میگم 07 36 77 88 15. ما گزارش مجموعه پولهای جمع شده رو به روال همیشه در رادیو اعلام می‌داریم توسط دوست عزیزم فاروق قهرمانی که مسئول مالی کانون ماست و اون چه هم که کردیم رو باز هم گزارش میکنیم تا روشن بشه که مردم چقدر با صندوق ما همراه هستند و ما چگونه به داوری جامعه ایرانی این شهر در خواهیم اومد. در خدمت شما هستم در رابطه با سرابان و سیستان و بلوچستان. بله حتما میپردازیم به اون. در مورد بازنشستگان هم اگر ممکنه، باز هم میدونیم که تجمعات دیگری طی هفته گذشته داشتن، اگر ممکنه یک توضیح هم در اون رابطه بدیم، بعد بریم به سراغ سرابان. خواهش میکنم. بازنشستگان داستانشون همین سرفصل یک بحث در واقع 2 ساعته است. من فشرده میگم به خاطر اینکه در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، یعنی یکی در روز 29 بهمن با فراخوانی رو که خانه کارگر و عوام جمیش داده بودن، تظاهرات محدودی در چند شهر صورت گرفت و حرکت بزرگی که باز صحبتش رو در برنامه پیشین کرده بودن برای تاریخ یکشنبه 3 اسفند به ثبوت رسید توسط بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر گروه بندی های مستقل از خانه کارگر، مستقل از دولت، مستقل از نهادهایی مثل شوراهای اسلامی کار و غسل هازا، که اون به بار نشست و به شکل فوق‌العاده‌ای ثمر بخش بود. تفاوت این دو حرکت، یعنی حرکتی رو که خانه کارگر به ثبوت رساند و اون چیزی رو که بازنشستگان گروه بندی های مستقل به نمایش گذاشتن، چند سویه بوده. بدین معنا که ارباب جمعی خانه کارگر، یعنی علیرضا معجوب، حسن صادقی و دیگران با همه ابزارهایی که دارن، یعنی پشتوانه مالی، امکانات بسیج آزاد و سراسری، تبلیغات یا مفتی که خبرگزاری ایلنا، ایستنا، خبرگزاری مهر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی براشون فراهم میکنه، همه در واقع
تونستن تو 5 شهر، علاوه که خود خانه کارگر تو دکورهای ایران هم در واقع دفتر دستک داره، تونستن تو 5 شهر بیارن تو خیابون. تازه اونجا اومدن جز تملق گویی و صحبت از نوبخت و سازمان برنامه در واقع آبی گرم نکردن. ولی این جمع تشکل‌های مستقل تا اونجایی که من دنبال کردم توی مشهد، تو اصفهان، تو تبریز، تو اردبیل، تو شوشتر، تهران بزرگ که فقط در برابر سازمان تامین اجتماعی جمع نشدن، از اونجا هم تونستن بیان تا جلوی سازمان برنامه که اصلا حرکت بغایت بزرگ و عظیم بوده از جهت اینکه تو شرایط کرونایی با همه دشواری‌هایی که هست و با توجه به در واقع کبر سنی که این دسته از بازنشستگان با خودشون دارن، دشواری رو به جان خریدن و این حرکت رو پیش بردن. توی اهواز، تو نیشابور، تو شهر ساری، توی عراق، توی ایلام، تو شهر کرج، توی قزوین، تو کرمانشاه، تو خرم‌آباد، تو یزد، تو دسفول، تو شوشتر، یعنی چیزی حدود 18-19 تا شهر اینا در برابر سازمان تامین اجتماعی جمع شدن تا اینکه بتونن اون وجوهی که در بحث قبلی تو پرسیدی من بهش اشاره داشتم که در واقع بیش از هر چیزی به همسانسازی در واقع مسئله دریافت‌های خودشون میاندیشن و چیزی که تو شرایط امروز به مسئله بیمه و تامین درمانی اونها مربوطه در واقع به صورت تاکید می‌ورزن، موفق شدن که اعتراض خودشون رو به شکل یه پارچه‌ای به نمایش بگذارن که بایستی مسئولانه گفت که در سطح شبکه‌های مجازی و به ویژه کانال‌های تلگرامی خود بازنشستگان بازخورد بغایت وسیع و گسترده‌ای داشت. اگه من بخوام قیاس بکنم بین این تجمع، یعنی تجمع دولتی، نمایش دولتی، میتونم توی 2-3 در واقع محور این فاز اختلافات رو بگم. اول اینکه هدف این کار خانه کارگری ها و ویژه تیپ هایی مثل علیرضا محجوب و حسن صادقی و حتی آدم های دیگری در سطح نقاط مختلف کشور معتقد بودن که بازنشسته نباید به خیابون بره. خیابون رفتن یعنی با در واقع دیگران درآمیختن. دیگران کیان؟ همونایی که پرونده دارن، همونایی که احضار میشن، همونایی که در واقع براشون دشواری میآفرینن. نتیجتا نباید به خیابان رفت. آدم تعجب میکنه که چی شد که اینا تصمیم گرفتن 3 روز زودتر از حرکت 3 اسفند 4 روز زودتر 29 بیان تو خیابان. به اعتقاد من گره اصلی در اینجاست. اینا دیدن که بازنشسته های مستقل از به خیابان نیامدن دست نمیکشن. همواره تلاش شدن که اول، دوم، سوم، چهارم، الان هفتمین حرکته که باز فراخوان دادن که بیان به خیابان. بنابراین اومدن که حرکت بازنشستگان مستقل رو چکار بکنن؟ مصادره بکنن. دومی که تو شرایط محرومیت گسترده و همه جانبه اینها به نحوی از یک در واقع سطح مدافع دولتی برخوردارن و این بازنشستگان مستقل چنین خودویژگی ندارن و اینا خواستن که حالا ما که ابزار تبلیغاتی داریم، رسانه داریم، رادیو داریم، دولت داریم، امنیت داریم، کسی به ما حمله نمیکنه، کسی ما رو احضار نمیکنه، فلان نمیکنه، پس بریزیم و خودمون رو جایگزین در واقع اون حرکت ها بکنیم. ولی خب میبینیم که عملا طرفی نبستن. با این همه تبلیغاتی که کردن تو 5 تا شهر جمع شدن. این بازنشسته‌های مستقل که نه ابزار امکانات دولتی ندارن موفق شدن که تو 18 شهر تو کف خیابون بیان. الان که داریم با هم صحبت میکنیم منتظر اقدام بعدیشون هستیم که فراخوانش اومده. من میفرستم که شما تو سایت بگذارید. برای 10 اسفند ساعت 10:30 صبح گفتن که در تهران روی سازمان تامین اجتماعی جمع میشیم. تو شهرستان ها هم از طریق تصمیماتی که خود مسئولین سازماندهی اون حرکت ها میگیرن که معمولا هم اونا هم میرن توی مقابل شعبات اداره کل تامین اجتماعی به اصطلاح جمع میشن. تو فراخوانشون اومده که
من میام تو هم بیا. به همین سادگی اعلام میدارن حضور در خیابان نه اتفاقی مبارک و نه حادثه میمونه، بلکه حرکتی رو به جلو و اجباری برآمده از مبارزات کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران که در جهت استیفای حقوق پایمال شده و به یغما رفتهشون اعمال میشه. بار دیگه در همین راستا تجمعی در تاریخ 10 اسفند انجام میشه، امیدی که با حضور حد اکثری و پرقدرت در جهت به ثمر رسوندن این تلاش ها انجام بگیره. 10 اسفند هم همین شنبه است که پیش روی ماست. مکان تهران، جلوی سازمان تامین اجتماعی، خیابان آزادی و تو شهرستان که گفتم محاوره کنم. این وظیفه همه رسانه هاست که پیکره این نیروی بزرگ چند میلیونی جامعه ما رو که به مثابه مادران و پدران ما هستند که 30 سال زحمت و تلاش کشیدن و امروز میبایستی در کمال آسایش و آرامش به ادامه زندگیشون بر بیان، هزینه دشوار زندگی اونچنان بر اینا سنگینی میکنه که مجبورشون کرده توی این شرایط، تو شرایط بس دشوار کرونایی به خیابون بیان. بکنم همین حد کافی باشه و من حتما در برنامه بعدی نتایج حاصل از این حرکت 10 اسفند رو با شنوندگان رادیو پیام در میان خواهم گذاشت. در خدمت شما. خواهش میکنم آقای جواهری. من یه سوال عمده از شما بپرسم، یه سوال کلی، اونم امیدوارم که بتونم سوالم رو درست جمله بندیش رو ادا بکنم. چیزش اینه، شرطش اینه که سوال سختی نباشه. اختیار دارین. خواهش میکنم. شما از پس سوالای بسیار سخت، من سوال سخت نمیپرسم. دیکتاتوری به چه مرحله از حیات خودش باید رسیده باشه که این گونه بی توجه به آسیب پذیرترین قشرهای جامعه مثل کارگران، بازنشستگان، کولبران، سوختبران یا نمیدونم اینها ضربه میزنه، اهمیت نمیده و تا اونجایی که میتونه سرکوب میکنه، انقدر وحشیانه و وقیحانه؟ سوال خیلی خوبیه. اولین نکته اینه که هیچ دیکتاتوری نمیگه من دیکتاتورم. از هیتلر شما بگیرید تا در واقع همه اونهایی که نظام فاشیستی و در واقع چیز رو مثلا توی آمریکای لاتین، همه اونهایی که توی این دوره اعمال دست و دیکتاتوری کردن. بنابراین خود اونها در لباس یک سطحی از حکمرانی خودشون رو حاکمان هر جامعه‌ای میدونن که دارن به پیکره اون جامعه حکمرانی میکنن. اما اینکه چگونه در واقع تلاش میکنن که خودشون رو به عنوان حاکمان بر پیکره یک جامعه‌ای در واقع خیمه بزنن، خب برمیگرده به این که ما چگونه ارزیابی از وضعیت جامعه داشته باشیم. مثلا فرض بکنید الان ما تو سوئد دیگه میگیم آیا حاکمیت راست میتونه دشواری‌های چندگانه‌ای رو بر جامعه سوئد مستولی بکنه یا نه؟ اگه بی‌طرف بخوایم صحبت بکنیم باید بگیم آره. اولین زخمی که میزنه به ما عنوان آدمای خارجی میزنه، تحت عنوانی که جامعه سوئد مال منه، برگرد برو. این یک. دومی ضربه‌ای که میزنه اینه که تلاش میکنه همه اون چیزی که عمومی و همگانیه و با مضمون رفاه اجتماعی تعریف میشه یا جامعه رفاه، اونها رو چکار بکنه؟ آرام آرام محدود بکنه. میاد سراغ ورد درش میبنده، میره سراغ نظام آموزشی درش میبنده. شما میدید که مثلا تا چند سال پیش دانشجویی که لیسانس شده ایران گرفته بود، دوره فوق لیسانس گرفته بود، برای در واقع پشت سر گذاشتن دوره دکترا به راحتی میتونست بیاد سوئد پذیرش بگیره و درس بخونه. خب اینو وقتی که بستن، یعنی نظام چیکار کردن؟ آموزشی رو پولی کردن. تو باید بیای ورود بکنی، برای هر واحد درسی باید پول بدی، خونه باید بگیری پول بدی، زندگی روزمره تو بگذاری پول میدی، بورسیه رو قطع کردن. البته این فقط متوجه دانشجوی ایرانی نشده، به طور کلی نظام آموزشی رو به اصطلاح پوشش داد. و چه. خب این گردش راست دیگه توی جامعه دیگه، تو جامعه مثل جامعه سوئد که اگر یه روزی یه مدل در واقع قابل توجه بود، امروز با تناسب اون چیزی که در جامعه سوئد اتفاق افتاده که دو دوره مثلا تازه مدرات‌ها تونستن بر رأس جامعه باشن، همه اینا رو در واقع
شستن و رفتن و دوباره دادن به سوسیال دموکرات. هر چی دارن تلاش میکنن نمیتونن به اون نقطه در واقع جوشش و اولیه برسن. شما اینو وردارید ببرید توی یه جامعه مختلفی مثل ایران بذارید، اینو وردارید ببرید توی جامعه مختلفی مثل عراق بذارید، اینو وردارید ببرید توی جامعه مثل ترکیه بگذارید. اون آدمایی که دارن حکومت میکنن در اساس نمیگن که ما داریم دیکتاتوری اعمال میکنیم، بلکه با از قبل محدودیت تراشی بر فراز جامعه که در واقع نوعی انگاره ایدئولوژیک رو با خودش داره، تلاش میکنن که جامعه رو به منتهای برسونن. این چیزی که در سوال تو هست و پاسخی براش میطلبم اینه. مثلا تو حوزه زنان، خب وقتی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که حجاب برای من جزو خط قرمز هاست، بنابراین اون چی که به عنوان نیروی انسانی زیر گرفته میشه همه اون نیمه دیگر جامعه است. یعنی از مثلا دختر خردسال بنده که به زعم اونها به سن 9 سالگی میرسه میبایستی پوشش داشته باشه تا مادامی که سرشو بذاره بر زمین و از این جهان جغرافیایی ایران دست بربند. همین متوجه نیروی کار جامعه است. چیکارش میکنن؟ بهش میگن تو حق نداری تشکل مستقل داشته باشی، تشکل رو ما برات میسازیم. اون چیه؟ اون انجمن اسلامیه، اون شورای اسلامی کاره، اون بسیج کارگریه. به معلم میگن تو حق نداری تشکل مستقل بسازی، تشکل مستقل رو ما برات میسازیم. به بازنشسته همین حرف میزنن، به کانون نویسندگان همین حرف میزنن، میگن ما کانون نویسندگان مستقل نداریم، ما کانون نویسندگان نامستقل اسلامی داریم، ما تعیین میکنیم. یعنی از این جهت گفتم سوال پرمضمونیه، سوال در واقع قابل توجهیه که آدم میتونه بر روش توی عرصه های مختلف فضای اجتماعی جامعه انگشت بذاره و بگه که چگونه این دیکتاتوری در طول این 42 سال تلاش کرده که در تمامی این پیکرها چیکار بکنه، خیمه بزنه. مثلا فرض بکنید وقتی که عرصه به نیروی جوان جامعه تنگ میشه، میخواد درس بخونه، براش ناممکن میسازن، هزینه زندگی اونقدر بالاست که پدر مادرش نمیتونن تامین میکنن، میاد مثلا دست فروشی میکنه. خب به محض اینکه تو بخوای دست فروشی بکنی، یه تشکیلاتی به عنوان سد معبر درست کردن در سطح شهرداری ها و اون رو در اختیار پیمانکار گذاشتن و اونا هستن که در واقع عمل میکنن. در چه رابطه عمل میکنن؟ دو سوی عمل میکنن. یکی این که در واقع حافظ منافع بخش خصوصی میشن، مثلا میگن فلان شرکت فروشنده از خیابان ولیعصر به ما زنگ زد، گفته که مثلا جوانایی اومدن اینجا بساط پارک کردن، در ما فروش ما رو میخوان تخته کنن. یعنی نمیذاره به عهده خودش، میذاره به عهده اون فروشگاه. نتیجتا نیروی سد معبر میریزه، اون بساطا رو جمع میکنه و گراسکوبش میکنه. بریم توی نیروی دیگر اجتماعی، مثلا همین کارگرایی که رفتن متشکل شدن، سندیکا زدن، تلاش میکنن که یک سندیکای ویژه خودش از نیروهای امنیتی حتی با شکاف انداختن در درون کارگران مثلا سندیکایی، مثل به عنوان نمونه سندیکای شرکت باید از توشون یه آدمی بتراشن، اونو از هر طرف تقویت بکنن که برای یک سندیکای معادل این بسازه که بتونه اعمال سیاست حاکمیت رو به نوی در واقع پیش ببره. چرا؟ به اینکه همه کارگران به این رسیدن که با شورای اسلامی کار شرکت باید همراه نشن، بلکه با سندیکای مستقل یک معادل سازی میکنه. این همین کارم تو هفت‌تپه میکنه، این همین کار تو ابکو میکنه، این همین کار تو آزراف میکنه، این همین کار توی شرکت مثلا پتروشیمی فلان جا میکنه. این مجموعه رو اگر آدم بخواد به عنوان شاهد مثال در ارتباط با فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تعریف بکنه، آنچنان به شکل یک حرکت دور تسلسلی تعریف میشه که اولا دیکتاتور، با تاکید میگم، هیچ موقع خودش رو در مقام دیکتاتور نمیبینه، عواملی هم که برای خودش میترشه
اونا هم از او همواره به عنوان بت اعظم و خیلی آدم رؤوف و خیلی نمایشگر در واقع واقعی جامعه معرفی میکنن و اینکه همه ابزارهای تبدیلی دارن. اصلا به توی حمید شجاع و به من امیر جواهری تریبون نمیدن که بخوایم شاید مثالهای جامعه رو برای افکار عمومی جامعه ما روشن بسازیم که آقا این سیمایی که شما از این آدم ارائه میدید، منظور از خامنه‌ای یا حتی شخص روحانی یا مثلا این یکی، روشنگری بکنیم. حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که خودشون میبرن و میدوزن و سطوح مختلف فشار رو بر جامعه. فکر میکنم که این حد کافی باشه که آدم بتونه سیمای دیکتاتور رو در سایر مختلف شرایط اجتماعی جامعه باز بشناسونه. بله، خب طبیعتا سوالهای بعدی هم در این رابطه به وجود میاد که به دلیل ضیق وقت الان نمیپرسم، ولی دلم میخواد که در هفته آینده سوالم رو به گونه دیگری مطرح بکنم که باز هم در واقع سخنان شما رو در این زمینه بشنویم. آقای جواهری، طی هفته گذشته سراوان قیام کرد و بعد از تعدادی سوخت بر که به گوله بسته شدن، مردم خشمگین به خیابان‌ها آمدند. ماوقع رو برای ما اگر ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بدین و در واقع بررسی خودتون و تفسیر خودتون رو از این ماجرا بفرمایید. خواهش دارم. این موضوع خیلی مهمیه. من فکر میکنم که اگر کل برنامه 2 ساعته امروز را به این مسئله اختصاص بدیم، آدم میتونه تازه وارد یه حجم کوچیکی از اون چیزی که در اونجا اتفاق میفته صحبت بکنه. ولی من تلاش خواهم کرد که این سوخت‌برا کیا هستن، چیکار دارن میکنن، مثل کولبرا کیا هستن، چیکار دارن میکنن، چرا جامعه به موجودیت اینا اشراف داره و چرا جمهوری اسلامی داره اونها رو به رگبار میبنده. اون چیزی که در روز دوشنبه 4 اسفند ماه توی شرایط منطقه در واقع سراوان حادث شد و سپاه پاسداران بهش ورود کرد و با یک اقدامی بدون هیچ گونه تعارف، اقدام جنایتکارانه، جوانان بلوچ رو که به بستن مرز اسکان توی سراوان معترض بودن در واقع به عنوان یه حادثه بزرگ در جغرافیای ایران به نمایش میگذاره. که ما که اینجا هستیم و هزاران هزار کیلومتر از جامعه بدوریم، به لطف وجود در واقع شبکه‌های مجازی از چند چون اونها خیلی بیشتر از اون چی که جامعه ما، یعنی جامعه 85 میلیونی ما خبر دارن، ازش خبر داریم. داستان اینه که جوانان سوختبر بخشی از نیروی بیکار مونده اون جامعه هستن که فکر میکنن با حمل مواد سوختی بین دو طرف مرز میتونن یک سطح از زندگی که من اسمش رو زندگی بخور نمیر در واقع ادامه بدن. این همین کار رو کولبرا میکنن. اونطور کولبرا بخشن کالاهای تجار این طرف میبرن، از اون طرف وارد میکنن و به ازاش حقوق میگیرن، یعنی دستمزد میگیرن. بستگی داره به این که من امیر جواهری چه سنی باشم و چقدر کالا بتونم بذارم رو دوشم، از اون راههای صعب عبور بدم، بعد به تناسب باری که میتونم روی پشتم بگذارم به من حقوق میدن که آقا تو مثلا 50 کیلو بار میبری اینقدر میشه، 20 کیلو بار میبری اینقدر میشه، 70 کیلو بار میبری اینقدر میشه. اینجا به عکس، اینجا شکل حمل سوخت به شکل موتور. بخشن فیلم های الان بازخورد پیدا کرده شبکه‌های مجازی که مثلا دو طرف الاغ رو اینا چیز میذارن رو دوش اوراق، بعد دو طرف رو در واقع سوخت میذارن، و یا اینکه جیپایی دارن که اون مناطق صعب عبور میکنه و اون رو کاملا سوخت میذارن میبره. خود طبیعیه که مثلا جیپ بایستی مال یه آدمی باشه که دست بالش پولیه که میتونه حمل چنین چیزی رو فراهم بیاره، ولی ریسک عمل رو کی میکنه؟ اون جوانانی میکنن که در واقع از جانشون گذاشتن. به اینکه دیده شده، من فیلم هایی رو دیدم، تصاویری رو دیدم که مثلا از پشت کوه که یارو توی اتاق خودش نشسته به عنوان مرزبانی شلیک میکنه به جیپی که حامل در واقع مواد احتراقیه، دیگه چیزی ازش نمیمونه. یعنی خود جیپ بدل به یه تیکه زغال میشه. تو حسابش بکن که
سرنشینانش زندگیشون رو به کجا میکشن. حالا داستان چی بوده؟ داستان اینه که جمهوری اسلامی توی اون منطقه در واقع جنوب یک پروژه همسانی رو در مشارکت وزارت کشور و وزارت نفت و نیروی اجرایی سپاه پاسداران خواسته که از قوه به فعل در بیاره و اون رو تحت عنوان یک تجارت پرسود قاچاق سوخت در 20 کیلومتری مرز خودش را اصلا به عهده بگیره. شما حساب بکنید که همه اون نیرویی که در منطقه سراوان یا اساسا در منطقه بزرگ سوخت رسانی جنوب در اون برای 20 کیلومتر زندگی میکنن، محروم از در واقع حمل سوخت میشدن و زندگیشون فنا میشد. نتیجتا خب جوانان به این پروژه، به این طرح اعتراض کردن و سعی کردن که خودشون رو در ترکیب ناموزون رو در رویی با این سازمان دهندگان این پروژه به نحوی به نمایش بگذارن. خب حاصلش چی شد؟ به قول اسماعیل بخشی که چهره شناخته شده تو جنبش کارگری به عنوان فعال هفت تپه، میگه که وقتی عوامل سرکوب میخوان جوانان رو تو سطح شهرها و مراکز استانها بزنن، با تکتیر میزنن، با گلوله در واقع میزنن، با کرک میزنن. ولی وقتی میخوان تو نوار مرزی، تو کردستان، توی سیستان و بلوچستان جوانان رو از پای در بیارن، اونجا دیگه تکتیر نمیزنن، اونجا در واقع تیربار کار میزنن. و این یه پیکره مبارزه در واقع طبقاتیه که حاکمیت در برابر جوانان برانگیخته یا جوانان شورشی یا جوانانی که از فرط بیکاری تلاش میکنن که اون کوره راههای صعب العبور رو پشت سر بگذارن و پولی در بیارن که بتونن زندگیشون رو تامین بکنن، با دشواری رو این کلا فضای دو سو است. حالا من تلاش میکنم یه فیلمی رو برای سایتت بفرستم که در قبال حجم کم نیروی موادی که این جوانان قاچاق میکنن، حالا جوانان که میگم حتما در گروهی سنی جوان تعریف نمیشن، بالاتر از جوانان آدمای میان سال بلوچ هم هستن که به این کار اشتغال دارن، حتی با سنهای بالاتر از میان سالی هم هستن که به این کار اشتغال دارن. به اینکه این همین هم توی سطح کولبران خطه بزرگ کردستان هم دیده میشه. اونجا جوانان محصل هم هستن، زنان هم هستن توی سطح کولبری کردستان که به این کار به اصطلاح اشتغال دارن. ولی به هر صورت اون چی که در این فیلم دیده میشه، اینها بیش از صدها کامیون مواد سوختی رو در تحت محافظت نیروهای خودشون که همین سپاه پاسداران باشه در اونجا در واقع به کار قاچاق سوخت مشغولن. یعنی اونجایی که حمل قاچاق اعمال شده توسط حکومت باشه مجازن، ولی اونجایی که جوانان برای گذران زندگیشون که میشه گفت که توی منطقه بیکاری جوانان بالای 50% رو پوشش میده، اینا اومدن این تنها کوره راه تامین هزینه های زندگی کار به استخوان رسیده های اون منطقه رو بستن تا خودشون بخوان در واقع اون کار رو به ثمر برسونن. الان پیش من از شبکه رصد بلوچستان که یه شبکه اینترنتی، من روزی که ورود کردم اونجا چیزی حدود نزدیک 2000 خورده نفر آدم بودن. الان که دارم با تو صحبت میکنم، ساعتی پیش که بهش نگاه کردم دیدم که بالای 5000 خورده نفر اونجا هستن. یک گزارشی از روزنامه انگلیسی زبان داون پاکستان که پرتیراژترین و قدیمی‌ترین روزنامه انگلیسی زبان تو پاکستانه، گزارشی داده که عنوانش هست تجارتی که مقصر آن فقر. خود این عنوان آدم رو به فکر وامی داره که تو بیای به دلیل فقر فزاینده‌ای تو جامعه دست به کاری بزنی که اون کار جز
از جان گذاشتن توی کننده اون کار، که حالا به تصادف اگر یا به سلامت رسیدی اون طرف چیزی بیاد تو جیبت، اگر نرسیدی جانتو هوا بره. میگه سوخبران ایرانی همیشه از سوی نظامیان رژیم ایران سرکوب شدن. با وجود این سرکوب، این اون روزنامه می‌نویسه، با وجود این سرکوب ها سوختبری همچنان ادامه داشته، تنها به این دلیل که مردم فقیر محلی مجبورن معیشت زندگی سخت خودشون رو هر طوری که هست تامین بکنن. یکی از افرادی که در کار سوختبری از مرز ایران و مناطق مرکزی پاکستان مشارکت داشته زاهد بلوچه که حدود 20 سال سن داره و اهل منطقه خاران در بلوچستان و پاکستانه. 2 روز پیش در روز حادثه تا مرز ایران در منطقه پنجگور پاکستان رفت تا مقدار گازوئیل رو در وسیله نقلیه خودش به شهرش خاران در بلوچستان پاکستان بیاره. خیلی جالبه این خبر. تو نقطه مرزی حق آباد پاکستان، درست در جایی که بنزین گازوئیل در بیشتر روزا تخلیه و بارگیری میشه، بر وانت خودش تو کنار مرز ایران در انتظار رسیدن سوخت از طرف ایران بود. پس از رسیدن گالن‌های سوخت، هنگامی که او شروع به بارگیری گالن‌های گازوئیل پشت وانت خودش میکنه، شلیک‌های پی در پی از سوی ایست بازرسی مرز ایران از روی خاک ریزها به نقطه صفر مرزی آغاز میشه، درست جایی که جمعیت زیادی از بلوچ‌های ایران در حال تحویل سوخت ما بودن. حالا من یک گزارشی رو از قول مسئولین کشوری خوندم که اینقدر وقیحانه، بچه‌هایی رو که کشتن، جنازه هاشون رو مردم دارن به خاک میسپرن و همه تصاویر و فیلماش اومده تو سطح شبکه‌های مجازی. هر کسی که گوشی داره میتونه این صحنه‌های دلخراش رو ببینه. با وقایت هر چه تمام‌تر اومده میگه ما کسی نکشتیم. اینا رو تو خارج کشور دارن برد میکنن، سرصدای الکی میکنن، میخوان جامعه ما رو دچار وحشت بکنن. توی نوار مرزی مرزبانان پاکستان 2 نفر زدن که یکیش هم ما گرفتیم، الان داریم مداوا میکنیم. اینا همین، اینا جز دروغ، جز لاف، جز پدر سوخته بازی، جز در واقع اشاعه خبرسازی های ویرانگر هیچی ندارن که به درون خانه های مردم ببرن. همین آقای زاهد به روزنامه وان گفته که اون چی که در اونجا به اصطلاح اتفاق افتاد بعد از این اصابت گلوله تو نقطه صفر مرزی، تعداد زیادی به اصطلاح جان باختن. من ماشین رو ول کردم، شروع به دویدن کردم. تازه شروع به دویدن کرده بودم که گلوله‌ای به پای چپم اصابت میکنه. بذار چند قدم برداشتم و اثر ضعف به زمین میافتم و جای گلوله خونریزی میکنه، نتونستم خودم نجات بدم. حالا این گزارش خیلی مفصل، من وقت در واقع شنوندگان رادیو رو نمیگیرم. میتونم عیناً بفرستم که شما توی همین شبکه‌هایی که تو تلگرام دارید برای علاقمندان بگذارید که چطور یک روزنامه‌نگار از مابقای اون چی که توی سالها تو اینجا اتفاق میفته. منتها چند موضوع خیلی قابل توجه و عکس العمل جامعه ایرانی رو در خارج کشور برمی‌انگیزه. یکی اینکه گزارشی الان اومده که برای سرکوب اعتراضات بلوچ‌ها، جدا از نیروهای ویژه‌ای که از مرصاد و اون نیروهایی که توی اصفهان دارن میبرن، در دیشه حرکت دارن ببرن اونجا و در واقع نوعی حکومت نظامی اعلام نشده رو بر مناطق مختلف سیستان و بلوچستان اعمال بکنن، خبر رسیده که از نیروهای فاطمیون که برای آموزش و اعزام به افغانستان تو این شهر مستقر بودن هم استفاده شده. این نیروهای فاطمیون در سرکوبی حرکت‌های اعتراضی تو مقاطع مختلفی توسط جمهوری اسلامی وارد عمل میشن و ما پیشتر اونا رو توی جنبش اعتراضی آبان 98 هم دیدیم که چطور ریختن توی جنوب کشور و به واقع قلقم کردن بخش وسیعی از نیروهای جوان رو و به هیچ کس هم حساب پس ندادن. کما اینکه در اون یورش بزرگی که میگن بیش از 1500 نفر از دست رفتن و نزدیک 10,000 نفر دستگیر شدن،
هیچگاه جمهوری اسلامی حاضر نشده نه اسامی اون تعدادی رو که از رفتن رو بگن، نه تن بده به اون نیروی وسیع و گسترده‌ای که در واقع تو زندان‌های پرشمار ایران هستن و بخشن اونها رو به اشکال مختلفی اینجا و اونجا از بین برد. به هر حال امروز مردم غیور سیستان و بلوچستان تو مناطق مختلف بی‌دفاع موندن و تنها خودشونن که به این نتیجه رسیدن بتونن با سطحی از سازماندهی و ایستادگی به دفاع بر بیان. توی مناطق مختلف اون منطقه، تو چابهار، تو سرباز، تو راست، تو زرابات، تو کنارک، توی مینا، با فراخوان‌هایی که در واقع دادن، امشب قراره که یه سطحی از مقاومت رو در واقع بتونن سازمان بدن تا از پیشروی این قوایی که اینا از اصفهان و نقاط مرکزی دیگر برای سرکوبی جوانان به پا خواسته آوردن یا رو کنن. حتی من دیدم توی همون رصد بلوچ یه سطوح مختلف روش اعتراضی که اسمش گذاشتن در واقع تجمع گریز، یعنی همون شیوه های در واقع مبارزه چریکی و پارتیزانی رو و تحت عنوان این که باید گروه های کوچولوی 70-10 نفره تقسیم بشن، تلاش بکنن که با خودشون گوشی نداشته باشن. اگر یه تیمی تصمیم میگیره که گوشی داشته باشه، یه گوشی داشته باشه که اون از اون گوشی برای خبررسانی و تصویربرداری و فیلمبرداری استفاده بکنن، تلاش بکنن که حتما ماسک بزنن، تلاش بکنن که حتما نگهبانی بدن، حتما یه جا ثابت نباشن، مرتب به اصطلاح حرکت بکنن، دوربین هاشون رو رنگ پاشی بکنن، به سرعت اقدام بکنن از این منطقه یعنی یه شیوه هایی رو که خودشون دارن به سطحی آموزش تبدیل میکنن توی همین شبکه های تلگرامی دارن به هم دیگه میدن تا بتونن واقعا مبارزه سازمان یافته تری رو به نمایش بگذارن. نکته‌ای که خیلی 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 مهمه و من آقای جوادی بایستی یواش یواش جمع رو صحبت رو جمع بکنیم. نکته میخوای بگی؟ عرض میکنم که فرصت خیلی کوتاهه، اگر ممکنه ظرف 1-2 دقیقه صحبت رو جمع بکنیم که به بقیه برنامه هم برسیم. باشه، یعنی من دیگه برنامه گفتگوم تمام میشه در 2 دقیقه بعد، اگر که اشکال نداشته باشه. نه چه اشکال داره، میگم که شما مدیر رادیو هستی تعیین نه خواهش میکنم، در خدمت. خب مشکل از خودت دیگه، سوالای سخت میکنی ما رو میبری سر جایی که دیکتاتور آدم مجبور میشه توضیح بده. این نکته رو بگم، این نکته رو در همین 2 دقیقه بگم. اینی که در خارج از کشور خوشبختانه علیرغم بس شرایط سختی که توی کشورهای مختلف هست، از جمله در همین شهر ما یوتیوبر، با بحث گفتگویی که بین گروه بندی های مختلف نیروهای چپ و دموکراتیک شده، یه فراخوانی که عنوانش از فراخوان به تجمع توسط 27 نهاد چپ و دموکراتیک در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، مردم بلوچستان را تنها نمیگذاریم، با مردم سیستان و بلوچستان همدل، همراه و همدردیم. این فراخوان رو این گروه بندی ها در سطح کشورهای مختلف با هم دادن و از صبح در سطح شبکه‌های مجازی دست میگرده و شما میفرستم که در سایت برای علاقه‌مندان بگذارید. امضا شده ها از سوئیس، از پاریس، از استکهلم، از لندن، از شهر گوتنبرگ. این قانون همبستگی با کارگران امضا کرده، جمعیت فعالان اجتماعی سیاسی پناهندگان گوتنبرگ امضا کردن. از ترکیه جمعی از وین، از نیویورک و نیوجرسی آمریکا، از استرالیا، شهرهای مختلف آلمان مثل فرانکفورت، مثل هانوور، مثل برلین، مثل اشتوتگارت و پاریس این فراخوان رو امضا کردن. اعلام داشتن که بخشی از این نیروها به دلیل شرایط سخت کرونایی پلیس اجازه به خیابان آمدن به اونها رو نمیده. مثل یوتیوبری ما دنبال کردیم، عملا به دلیل شرایط سختی که پریروز آقای رئیس دولت ما اومده توی تلویزیون اعلام کرده، امکان تجمع تو خیابونا نیست. به هر حال ما تلاش میکنیم از هر طریق ممکنی صدای ما رو در پیوند با این مردمان به پا خواسته برسونیم. مثل این کاری که امروز ما داریم میکنیم، این یه شکل همصدایی، همدردی، همراهی، هماوایی با مردمیه که امروز تو شرایط دشوار دارن زندگی. من تلاش خواهم کرد در برنامه بعدی اقدامات صورت گرفته توسط این سطح از
نیروهای چپ و دموکراتیکی که در خارج از کشور موفق شدن حرکتی رو در یک توازن جمعی به انجام برسونن، گزارشش رو به شنوندگان رادیو پیام بدم. از اینکه این همه فرصت به من میدی که من خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم آقای جواهری. تا گفتگوی هفته آینده ایام خوبی داشته باشید. شاد و صبران باشید. سویش ما برای علاقمندان بیگاری های مالی یادشون نره: 07 36 77 88 15. هر حد کمک به این صندوق بشه گزارشش رو ما خدمت یکایک کمک کنندگان خواهیم داد از طریق رادیوی پیام و رادیوهایی که پیش خودشون در اختیار جمع ما به عنوان فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران میذارن. از تو حمید عزیز ممنون و سپاسگزارم. خواهش میکنم. روز شما بخیر باشه.